دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو تحلیلی دیگه. در خدمتتون هستیم با بررسی نمودار دلار. نمودار دلار قطعا واسه هممون خیلی مهمه، روی تصمیم گیریامون تاثیر میذاره. بررسی نمودار دلار هم صرفاً بحث تکنیکالش نیست، میزان رشد نقدینگی و پای پولی واسه ما خیلی مهمه، چون تقریبا به ما نشون میده که قراره توی سال آینده چه رقم‌هایی رو توی دلار ببینیم. سعی میکنم انشالله به صورت ماهانه تحلیل دلار هم براتون بذارم به صورت تکنیکالی، چون درسته ما طبق رشد پای پولی که توی بانک مرکزی گزارش رو میبینیم متوجه میشیم که توی سال آینده چه رقمی رو باید توی دلار ببینیم، اما اینکه رشدش کی شروع میشه و تکنیکالی ببینم تا کجا رشد میکنه و بعد اصلاح میکنه برای ما خیلی مهمه. چون مثال میزنم، مثلا اگه قراره طبق رشد پای پولی دلارمون برسه به 130 و 140 هزار تومان، معمولا وقتی تکنیکالی بررسی میکنیم 20% سود بیشتر داریم و بعدش هم اصلاح رو میبینیم. یعنی ما باید هم طبق رشد پای پولی بحث دلار رو مقایسه بکنیم و بعدش هم بیایم روی نمودار حمایت و مقاومت رو بررسی بکنیم. توی ادامهش هم نمودار شاخص کل رو هم بررسی میکنیم واسه دوستانی هم که در کنارش میخوان تحلیل شاخص رو هم ببینیم. ببینید دوستان، نمودار دلار رو میبینیم. حالا اجازه بدیم رو به شکل ماهانه هم ببینیم. خب اجازه بدید اینو چرا به شکل ماهانه هم میبینیم؟ ببینید دوستان، دیتایی که ما داریم از سال تقریبا 87 و ایناست. این مقاومتی که ما داریم، این خطی که ترسیم میکنیم هیچ وقت شکسته نشد. درسته؟ یعنی حتی شادوهایی که حالا این هر کندل یه ماه دیگه، چون قاعدتا روی تایم فریم ماهانه هستیم. درسته؟ حالا یه مقداری ممکنه نزدیک شده باشه. حالا بیایم توی تایم فریم هفتگی اون رو بهتر تنظیم بکنیم. خب اینم خب همونه دیگه، فقط حساسیت بیشتر. بله به همین مقدار درسته. حالا بیایم روی روزانه که تحلیل رو ادامه بدیم. ببینید دوستان، با همین خط روند ساده ما متوجه میشیم که اگه قرار رشدی اتفاق بیفته مقاومت های ما اینجاست. این مقاومت رو قاعدتا ما دیگه از دست دادیم. یعنی سقف تاریخ قبلی وقتی شکسته میشه، حتی الان میشه به چشم حمایت هم بهش نگاه کرد، شکسته شده اومده پایین. این قسمت اگه شکسته بشه نشون میده که این پایینا حالا هستیم، اما چون فعلا حفظ شده ما حمایت اینجا رو ترسیم میکنیم. خب این حمایت هم خدا رو شکر شکسته شده که نشون میده فعلا توی اصلاح هستیم و روند سودی که اینجا هستیم تموم شده. این که حالا کی شروع میشه و چه هدفی داره میگیم خدمتتون. خب سقف ما قاعدتا این قسمته. طبق رشد نقدینگیمون و پای پولیمون، دلاری که ما قرار ببینیم تا سال آینده، تقریبا تابستون سال آینده، رقم حدود 160 هزار تومان باید باشه. ببینید دوستان، این تقریبیه، ولی همین تقریبه خیلی بهمون کمک میکنه. اگه یکی پا شد اومد گفت تا دلار 200 هزار تومانه، بدونیم که دیگه حرفش اعتباری نداره. یا اگه یکی اومد بگه دلار تو همین جا میمونه، بدونیم که اونم باز حرفش اعتباری نداره. اما این 160 هزار تومانی که ما قراره ببینیم قرار نیست همونجا بمونه. تکنیکال به ما همیشه اینو گفته، وقتی یه صعودی رو داشتیم توی روندی، بعدش هم یه اصلاح شدید داشتیم که معمولا 15 تا 25% هم اصلاح رو ما داشتیم. حالا ما نزول قبلی رو در نظر بگیریم، اینجا چه مقدار اصلاح بوده؟ 24%. قبلیش هم باز ببینیم، اصلاح ما 22% و قبل از اون 26%. خب این رقم ها واسه ما خیلی مهمه. حالا اینو هم به عنوان آخریش بررسی بکنیم. این هم حدود 34%. این خب این رقم 33 تومن رو دیده، باز تا محدوده 20 تومن تقریبا اصلاح داشته. خب حالا این به ما چی رو نشون میده؟ این که ما تو این رقم 160 هزار تومان که قراره برسیم،
ببینید دوستان، قرارم نیست که یه صعود مستقیم به این شکل تا 160 داشته باشیم. قاعدتا اگه اینجا صعود داشته باشیم، این مقاومت که هیچ وقت شکسته نشده ابتدایی برخورد میکنه، اصلاح داریم، مجدد صعود. قاعدتا تو یه سال هم وقت کمی نیست، اینقدر زمان داره و انرژی جذب میکنه که بتونی حرکت بکنه و این که بخوایم سریع اتفاق بیفته به این شکل نیست. قاعدتا یه سال زمان میبره. اما خب فعلا این محدوده. اگه این حمایت رو از دست بدیم، این خب برامون خیلی مهمه، این حمایت مهم رو اگه از دست بدیم فعلا میریم تو اصلاح و تا این قسمت شکسته نشه خبری از صعود نیست. اما چون این حمایت رو از دست دادیم باز نشون میده که این محدوده هستیم. به نظر من حمایت خیلی مهممون قیمت 105 تومنه و اگه صعود هم داشته باشیم میشه گفت هدف میان مدتمون قیمت های 132 هزار تومن. این هدف میان مدتی که ما قراره داشته باشیم. رشد میکنیم، به این محدوده میرسیم، اصلاح میکنیم و مجدد که گفتم خدمتون چیزی حدود یه سال زمان میبره میریم به سمت قیمت 160 تومن و مجدد از اون قسمت طبق اصلاحی که در گذشته داشتیم 24% ما از این قسمت، از این محدوده اصلاح خواهیم داشت. یعنی میرسیم به چه قیمت هایی اگه 24% باشه؟ ما اگه همون تقریبا 20% رو در نظر بگیریم، خب یه چیزی بین 125 تا 135 رو شما در نظر بگیرید. حالا این روی رقم 127 هزار تومنه. خب این هم از تحلیل دلار دوستان. به صورت ماهانه آپدیتش میکنیم، حمایت و مقاومت ها رو بهتون نشون میدیم. حالا میریم سراغ تحلیل شاخص. ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید اگه براتون مفید بود. ببینید دوستان، رشد شاخص خیلی وابسته به رشد دلار. این واقعیتی. تا وقتی که ما نرخ بهره رو به این شکل بالا داریم قاعدتا نباید منتظر یه صعود خاصی توی شاخص باشیم. هرچند یه سری سهام هم که تو ویدیو قبلی بهتون معرفی کردیم دیدیم که توی شرط بعد تحریم بازدهی خیلی بالایی داشتن، اما خب به هر حال به صورت کلی میانگین رو در نظر میگیریم که همون شاخص کل هست واسه ما میانگین بازار، وگرنه سهام ارزنده ما همیشه داشتیم. شاخص با اینکه روند صعودی نیست به این شکل، اما در همین اصلاحش میبینیم که با توجه به افزایش نرخ دلار یک صعودی رو ما داشتیم. این محدوده بوده، مجدد وارد کانال بعدی، کانال بالاتر و الان هم همین محدوده. اما چیزی که واسه ما مهم هست اینه که نتونسته دوستان شاخص سقف رو بشکنه. خیلی هم شکستن این بستگی به دلار داره، حتی داره اصلاح میکنه. در حقیقت الان منطقمون پر ریسکه. مثلا دوستانی که نوسانگیری انجام میدن به نظر من بیشتر باید دنبال فرصت‌های خروج باشن تو این محدوده تا خرید. اگه هم قصد خرید دارید الان وقتش نیست، باید صبر بکنید ببینم این شکسته میشه یا نه. چیزی که واسه من جالب بود اینه که الگویی که ما اینجا داشتیم خیلی قشنگ واگرایش رو ما هم دیدیم. این سقف رو در نظر بگیرید دوستان، سر و شانه رو اینجا دقیقاً واگرایی رو به ما نشون داد. یا اینجا هم به همین شکل وقتی خواسته که برگرده روندمون، این رو باز در نظر بگیرید. این واگرایی که ما در کف داشتیم این رو باز مقایسه بکنید با این. کاملا ما سیگنال های و علامت های رو دیدیم که روند میخواد برگرده. این محدوده هم باز نتونسته سقف تاریخی رو بشکنه. یه جورایی هم نشانه واگرایی دوستان میبینیم اینجا. شما این فاصله رو در نظر بگیرید، اینجا رو تو این محدوده، اما روی مکدی این رو به اون شکل نمیبینیم، تقریبا هم سطح هستن. خب این هم باز به ما میتونه یه سیگنال نشون بده که ما توی شاخص اصلاح داریم. بازم میگم خدمتون دوستان، این نمودار شاخص خیلی وابسته به رشد دلار هست. هر وقت دلار میره بالا قاعدتا اینم پتانسیل این رو داره که این رو بشکنه. حالا شاید بگید چه فرقی میکنه، همون دلار بخریم بهتر نیست؟
نه، واقعیت اینه که سهامی که ما میتونیم انتخاب بکنیم میتونه بازه چند برابری از صعودشون بگیریم به نسبت به دلار. پس فعلا روی مقاومت مهم هستیم، دست نگه دارید و واسه خریداتون هیچ عجله‌ای نکنید. اگه سوالی دارید تو بخش کامنت ها بپرسید. خیلی ممنون تا اینجای کار با ما همراه بودید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدا یار و نگهدار.